با مقصد در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق عملی دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری ساکنان و صاحبکاران و تندرست و آبادگر شهر باختر عزم گرفتند که کوچه و محل و مکان زیست خویش را آباد و انفراساختار ضروری را در سطح بلند مهیا سازند. با نظرداشت این در مرکز ولایت جهت بهتر و خوبتر نمودن سطح روزگار ساکنان از جانب مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر تدبیرهای سودمند اندیشیده شده در روند کارهای آبادانی، بنیاد بناهای زمانوی، تشکیلات و مؤسسه، انشاءات بلندآشیانه استقامتی، تعمیر راه، چراغانکنی، ساخته با استفاده دادن بنا و مرکزهای معیشی و خدمترسانی، ساختمان مؤسسه‌های نوی تعلیمی و صنفخانه‌های علاوه‌ای به طور وسیع براه مانده شده کارها در این سمت با مرام جریان دارند. مورد ذکر است که طی سالهای آخر شهر باختر با قامت افراختن بنا و انشاءات معیشی و خدمترسانی آباد و زیبا گشته شرایط کار و فعالیت به ساکنان بهتر و خوبتر می‌گردد که این از ثمره صاحب استقلالی کشور درک می‌دهد. امروزها جهت اجرای سریع و با صفت انجام دادن لایحه‌های معماری ده‌ها متخصصان و بناکاران به کارهای ساختمانی جلب گردیدند. به گفته مسئولین کارهای ساختمانی طبق دستور و سپارش‌های رهبر دولت مطابق به معیارهای زمان معاصر براه مانده شده همزمان در سال 2024 از انشاءات خرد و بزرگ معیشی که تا امروز مورد بهره برداری قرار داده شده است بیش از 300 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و موسمی تامین شدند. امروز افتخار میکنیم که تحت پرچم آزادانه کشور عزیزمان تاجیکستان همچون یک شهروند کامل حقوق وطن و ساکن شهر باختر باستان در فضای صلح و ثبات، تنجی و آرامی عمر به سر میبریم. برای هر یک ملت، هر یک ساکن این افتخار است که کشور ما تنج است، آرام است و چقدر به پیشروی‌های نو به نو نایل گشته ایستاده است. مورد ذکر است که شهر باختر مرکز مأموری ولایت ختلان به حساب رفته از شهرهای کلان و رشد کرده کشور می باشد که طول صاحب استقلالی مملکت در قلمرو آن بناهای بلندآشانه قامت افراخته، راههای ماشینگر، تعمیر و چراغان، بنیاد و از نوسازی گلگشت و خیابانها و به همین مانند اقدامهای سازندگی سیمای شهر را تغییر داده است. با استفاده از چنین شرایطهای فراهم گردیده در باغ‌های فرهنگ و فراغتی و دیگر مرکزهای استراحتی ساکنان و مهمانان ولایت در فضای صلح و آرامی گشت و گذار و استراحت و فراغت می‌نمایند. پای همین گونه پیشروی‌ها عین زمان در شهر باختر روند کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی ادامه داشته در این زمینه باز هم شرایط مساعد کار و فعالیت و استراحت و فراغت برای ساکنان فراهم آورده می شود که این همه اقدام‌های سازنده برای تامین زندگی شایسته مردم روانه گردیده است. ساکنان همه این پیشرفت و آبادانی را از فضای آسایشتگی وطن عزیز، تطبیق سیاست با برای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای محبوب ملت محترم امامعلی رحمان و پایداری و تحکیم استقلالیت دولتی ارزیابی کرده اهلانه پای کار و فعالیت و باز هم بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردانیدن شرایط کار و روزگاری خود تلاش می‌نمایند. شهر باختر مرکز مأموری ولایت ختلان یعنی نگین پرجلای ولایت ختلان به حساب می‌رود. چگونه‌ای که می‌بینید به همگان معلوم است 10 سالهای اخیر چقدر شهر باختر ترقی کرده است و پیش از همه محض همین ترقیات رشد و نموی کشور و شهر باختر از آن است که در کشور عزیز ما صلح و ثبات، تنجی، آرامی، وحدت، استقلالیت پایبرجا و استوار است. همه این آبادی و پیشروی‌ها تحت غمخوری‌های روزافزون سرور دولتمان محترم امامعلی رحمان است که امروز تمام کشورهای جهان تاجیکستان ما را میشناسند و ملت او را احترام میکنند. در واقع طی سالهای آخر با هدایت‌های پیشوای معظم ملت صاحبکاران و ساکنان همت بلند و آبادگر شهر باختر بر رشد و آبادانی دیار خویش کمر همت بسته بهر تامین شرایط شایسته زندگی و استراحت و فراغت مردم حصه ارزنده گذاشته ایستادند. همین طور در مرحله نوین کارهای بزرگ آبادانی و سازندگی به استقبال جشنواره 35مین سالگرد استقلال دولتی و اعلان گردیدن 5 ساله رشد صنعت در شهر کارهای ساختمانی در تمام انشاءات مأموری و خدمترسانی و بناهای فرهنگی و ورزشی با سرعت ادامه داشته با عزم قوی صاحبکاران انتظار می رود که در سالهای نزدیک سیمای مرکز ولایت ختلان شهر باختر به مراتب
дигаргун хоҳад шуд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, кормандони ташкилоту муассиса ва дар маҷмӯъ сокинони шаҳр ин ҳама пешравиҳоро натиҷаи сиёсати созандаи давлат ва ҳукумати кишвар бахусус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонанд. зеро бо беҳтар гардидани инфраструктураи шаҳр ва бунёд ёфтани даҳҳо иншооти истеҳсолию хизматрасонӣ, некоаҳолии мардум ба маротиб боло рафта ба бошандагони он шароити арзандаи зиндагӣ муҳайё шуда истодааст. бо ҳамин тартиб сокинони ободгару ватандӯсти вилояти Хатлон дар фазои осоиштагии ватани азиз аҳлона пайи кору фаъолият буда барои боз ҳам беҳтар ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити рӯзгор ва тақвияти ободониву созандагиҳо дар ҳама самту соҳаҳо талош намуда истоданд. ҳамзамон сокинони меҳнатқарини вилоят бо масъулияти баланди ватандорӣ иброз менамоянд. имрӯз айёме фаро расидааст ки бояд ҳар як фарди худогоҳу соҳибватан пайи ободиву зебогии ҳар як гӯшаи меҳан саҳмгузорӣ намуда бо ободу назарабо гардонидани манзили зист, кӯчаву роҳрав, шаҳру ноҳия ва дар маҷмӯъ Тоҷикистони азиз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои баланд истиқбол намоянд.